اسم موساشی رو شنیدید؟ موساشی یکی از قهرمانای شمشیرزنی ژاپنه. کوجیرو برترین شمشیرزن بزرگ تاریخ ژاپن بوده. تا اون روز موساشی قهرمان نبوده. تصمیم میگیرن که یه مبارزه خیلی خوبی داشته باشن تا معلوم بشه که قهرمان کیه. کوجیرو روی ساحل آماده میشه و 3 ساعت بعد قرار بوده که موساشی روی قایق بشینه و به اون ساحل برسه و موساشی وسط راه یادش میاد که شمشیرشو با خودش نیورده. به قایقران میگه پاروتو بده. پاروشو میگیره، چوبشو جدا میکنه و شروع میکنه به تیز کردن چوب پارو. وقتی به ساحل میرسه، برترین شمشیرزن تاریخ ژاپن با بهترین سلاح ساخته شده تا اون زمان توسط ضربه چوب موساشی کشته میشه. ازش میپرسن چی شد تونستی قهرمان بشی؟ میگه من 3 ساعت فقط داشتم به این فکر میکردم که نیزمو کجا فرو بکنم. به خاطر این میتونه پیروز بشه. اگه تو ذهنتون بتونید پیروز بشید، پیروز میشید. اما اگه الان تو ذهنت نتونی پیروز بشی، نتونی این نقص اخلاقی تو بکشی، اون بر تو فائق میاد. خودتون میدونید بدون این نقص چه شکلی میشید، چه کارهایی انجام میدید بدون این نقص. اینجا باید بکشیدش. هر چقدر تمرکزتون بیشتر بشه، بهتر میتونید بکشیدش.